زود سازی شدیم. امرهای شما رو انتظاریم. آنها بسیار خطرناکند. احتیاط باشید. سلاح داشتن شما بیدار می شود. فرقش نیست. بعد از جراحی میروند. شما آغاز نمایید. عملیات را آغاز نمایید. احتیاط شوید. همانجا رو تفتیش کنید. معلم یگان دردی جدی ندارند. از هوش رفتن خلاص. کی از بیمارخانه جواب میشوند؟ یک چند تحلیل دیگر میکنیم. اگر از آن تحلیل ها یگان چیز نبرد میتوانند خودی همیشه به خانه روند. انشالله با آنها هیچ گپ نشده است. میداند که امروز من زود روز دارم. نه اما داده مثل هر وقت سرکورند. با فکرم حتی فراموش کردند. ببین چقدر کارش زیاد. با این قدر سرکاریش شاید فراموش کرده باشد. تو نرم. با فکرم امروز یک نفر دیگر هم زود روز دارد. در بین این قدر حادثه ها تقدیم نکردم. زود روزت مبارک بود. چی لازم بود نرگیز؟ به شخصی که حتی روز زود روز نزدیکانم رو یاد دارد کم است. شیر بچه برای نکرد. با فکری من هم باید جنگ کنیم. اکا پرو نکن حال میکنم. تو حیات مرا سلام گوی. نه من نمیایم. پدرم هم اینجا. باز جنگ است. صدقه خوبی های منشوی. تنها همان وقتی که در برش هستید که بسرش یکم بلایی می آید. مگر همین است پدری؟ بین حال هم گپ بزند بجای تشکر گفتند. تشکر پدر. باز آمده همون روزنامه اویله بسیار خوشبختمان را پر نمودید. تو چی گفتن میخواهی؟ چی گفتنم رو شما نفهمیده اید. دیگر به این خانه نآیید. با حضور خود عصبهای ما رو خراب نکنید. تو خودت کی هستی که من را پیش میکنی ها؟ سال هاست که شما در حق من این کارها رو روا دیدید. از خانه پیش کردید. از کالج گرفتید. تو حقوق زیستن در خانه من و خواندن کالج را نداری. سزای توی مادرت انا همین کلبه‌ای ویرانه. بس کنید تحقیر رو بس کنید. نباشد چیکار بکنی؟ میذاری پدرت را. بس هر دویتم بس کنید. دایر برو رو از خونم. برو. مایلش من میروم، اما دیگر هیچگاه من را سراغ نکنید. خوش اینش درست. اینش هم می شود. باقی نیست. همه جا با جا. جانکا چخیل خوبکا. خدا رو شکر.
قریب بود که از ترس دلم میکفی دخترم. بر زمین قدر کارهای شده گذاشته. خانمم شیره خواهش میکنم. دادا دادا جان دخترکم، دختر جانم، فکر کردی فراموش کردم. زاد روز مبارک. دادا جان نکا انا اینش باشد توفه. این چی هست دادا جان؟ برایم ماشین خریده دادا جان. تشکر دادا جان، دوستتون میدارم. من این رو طفله میگویم. آخه شهادت نامه رانندگی ندارم. حلاوت در ماشین است و ماشین نیست. سلام رفیقان. آها کیها آمدند؟ از کالج به مکتب دولتی گذشتگی ها. برقی فقیری با غرور. البته شده های خورده ات رو فراموش کرده یا؟ جنگولت و کوب رو به کودکان گذار. اکنون با ماشین ها می جنگیم. کسی که باید کلید را می دهد. بیا بی جنگیم می گفتم، اما با فکر ماشین پاشین نداری. مسابقه می خوییم. مایلش حساب های کونه رو از نو می کشویم. باز تو رو مغلوب میکنم. تهدیدهای خالی با دوچرخه مسابقه میکنی. مسخره بازی بس. ساعت چند؟ در کجا؟ پگاه در همین ساعت. باز فکری گریختن رو نکنی. امروز بازم تاریخ تویمون رو معلوم نموده. خدا خواهد همین ماه خانه دار میشه. این یک خبر خیلی خوب است. بسیار خرسندم. بسیار دشوار است. میتوانسته باشم؟ انشالله همش در دست خودمان. اگر باور نمیکردم اگر ماشین میخریدمت. خیلی یاد گذاشت. بچه ها امروز از ناخوشی آغاز شد ولی خوب انجام یافت. یک چند حالت های زیبایی شد. من نیز بهر شما یک سورپریز آماده نمودم. اگر وقت داشته باشید همه شما رو به نهار دعوت می نمایم. شما نیز می آیید همین طور نه؟ چی میخوریم معلم؟ از گرسنگی و هم مردیم. سورپریز. اما همین رو گفتنیم که یک خوراکی می شود که همه ما رو با یک دیگر باز هم نزدیکتر می کند. اپای نجمیه میبخشید من به دخترتون گپ دارم. مالش استاد. جله روز گذشته سخنی گفتم کمک دغلانه بود. خطایم را به گردن میگیرم. اما تو نیز بیگناه نیستی. بعد از این قدر واقعی ها به تو باور کردن مشکل است. در دستم آروم نمی ایستد. گرسنه مانده. بازم میگیرید. لیکن تو چه توانستی نویسی؟ من میفهمم محبت است، عشق است. خدایا وای در همینجا کیستی؟ رنگ رویتون پرید. صاحب مکتوب هایی که من فرستادم. یعنی وای بله پدرش. نخود که بازم وای میداند که نمیدونم. ممکن که داند. معلم همون مکتوب رو من ننوشتم. خوب تو ننوشته باشی کی نوشته است؟ بسیار ناز.
استاد نام این خوراک چیست؟ مقبولا. مقبوله نه امری جان، مقلوبه. معلم اگر مقبولا میشد باز هم زیباتر میشد و هم آسان تلفظ میشود. در اصل همین خوراک با مقبوله یک علاقه دارد. چه خیلی علاقه استاد؟ این خوراک را اولین مراتبه یک دانشجوی خارجی آموخته بود. او در ترکیه میخواند. خیر چیکار کرده از دانشجو؟ با ما همین خوراک مقلوبه را آموزد. معلم فهمیدیم اما بین دانشجوی خارجی و مقبول چه علاقه هست؟ همینشو میفهمیدیم؟ علاقهش همین که وای شخص با یک شهروند ترکیه خانه‌دار شده است. اکنون فهمیده؟ آموخت مقلوبه رو گرفت مطلوبه رو. آفرین. من همین خیلی عادی کرده فهمون. خدا همه وقت ما رو نصیب همین گونه روزها کرد. آمین. خدا را شکر که فرزندانمون صحت سلامت در نزدمان. فرزندانمون رو با مثل یک دانه تربیه کردنمون لازم. آنها همان گونه دانه هستند که همه وقت مناسبت رو انتظارند. آب رو در وقتش دادن، نه کم و نه زیاد. زمینش رو نرم کردن، با یک شوقت دوستانه نزدیک شدن لازم. و مثل یک باغبان رفتار کنیم. در آینده این دانه ها یکی از زیباترین درختان میوه دهنده دنیا میشوند. حق است، حق. اگر ما آنها رو نسل پرورش نکنیم، علفان بیگانه و کرمک ها به ویران کردن دانه که ما آغاز میکنند. درختان میوه افکن این خیل کلان شوند، نه به درخت بیش از هزار مانند میشوند، نه به درخت میوه دهنده. خودش دیگر و حالش دیگر میشود. درست میگویی. زمانه گنده شده است. چیکار کردنمون رو نمیدانیم. جوابگری اساسی این وضعیت والدان و معلمانند. دانه هایی که به محافظت محتاجند، از روی وجدان و ذکاوت خود باید ما محافظت نماییم. معلم باز دیر نمانم. مرا در خانه انتظارم برای زاد روزم. خودت میدونی. به والدانت سلام گوی. بینید شهردنامه فهمو مراد در شهردنامه امضا کرده است. جریمه را پرداخت نمودنتان لازم. مبلغی در چک بوده کافی نیست. مال شما امکانیتی پرداخت نداریم. در چند روز باید پرداخت شود؟ به خدا تا آخر همین هفته ادوکات رو انتظار میشویم. پرداخت نکنید. پرداخت نکنید؟ در شرطنامه امضای مراد است. مبلغ پرداخت نشود مراد در محبس میشود. مراد رو از این حادثه خبردار نکن. از درسش قفا میماند. خودمان حل میکنیم. دادا در نزدی در وا میخوریم. بیا با درون دراییم. یگان چیز گفتنی نیسته. در همین روز در بوره من دیر شد. رو خواب کن. یگان پسرتون چه خیلی فراموش کردید؟ من یک پسر دارم نازم. به محبس نمیفرستانم. اینقدر پول رو از کجا میابیم؟ هفته هم آخر شد. یگان راست رو میابیم. برای پسرم در بدر میطلبم. نشود جانم رو به خطر میگذارم. اما مبلغ رو میابم. اکا چه خیلی مسابقه مال اینها رو از دهانشون بوی شیر میآید. مسئله تکین نمیشود ممکن بود. اما در تگی گپای همون عریف موندن نمیخواهم. ماشینی که مسابقه کند. این جریم بود؟ این ماشینی کی؟ تو خبر نداری؟ پدرش در روز تولدش توفه کرد. با خدا شما دیوانه شدید. چرا نگفتید؟ من نیافتیم اکنون ماشین را. چی؟ دیوانه مشو. ماشینش یک طرف ایستاد چبوش کش رو به تو نمیدید. حتی با تو گپ نمیزند. حل میکنیم این کاری آسان. در تگی بینی همون با دختر ماشین دادن. حالا هم پیاده گردیم.
عزیزک مادر، این خیلی نگاه نکن. مجبورم، از تو جدا شدن نمیخواهم، اما با پدرت بودن به تو بهتر است. به هر حال وی پدر تو است. عجبا پدر در کجا باشد؟ وی نمینمونه. بین پدرت نیست، اما ماشینش همین در آنجا چی شده است؟ در همینجا تو رو میمونم. خانم استیف، این چیه؟ ای جانه که من، چرا تو رو پرتافتند؟ خوردگه که من. در بالای ماشین من گذاشتم. چه انسان های بیوجدانند. نخود انسان همین قدر خوشرویان را پرتاید. من چقدر زیبا. عجبا گرسنه نباشد؟ گرسنه می بود گریه میکرد. خوب شده است. پلیس ها چی میگویند؟ در این موردها پدر و مادران پشیمان شده کودکانشان را باز پس میگرفتند. آمدن میگیریم میگویند، اما بسیار وقت پشیمان میشوند که چرا نگرفتند. راضی باشید امروز کودک را هممان نگاه بین نماییم. نقص کردید. در پلیس خانه حالش چی میشد خدا میداند. البته برایش یاری رو دریغ نمیداریم. حالا برای توی یک چند جایها رفتنمان لازم. کارمان با انجام رسید، ما نیز به یاری میآییم. یکم کس رو دیده این رو به آوزان دادن لازم. اما چطور؟ جانکم برتر میفهمی که دوستداری پدر چیست. کودکی بیروزیه. شاید از من رنجیده و من نفرت کنه، اما چی کار کنم؟ دیگر چاره ای ندارم.
خانم چرا گریه میکنی؟ اینجا یگون کار داشته؟ هیچ کار نی. انیق یگون یاردم لازم نیست؟ ها بله. همین رو برده به اوزان دغلر میرسونید. التماس. این رو تو فرستادی؟ از این میبرد این مکتوب از اونی تو هم ساکن پیش درو همه چیز رو با معلم اوزان میفهمونی برای تو چقدر عذاب کشیدم کنی روغن ایستاپ برگرد کی بود؟ نگریز جله تو رو مدیر جل میزن بیو رفتیم جله دخترم تو در حقیقتا دیوانه شدی. با جای شما کسی دیگر می بود بر وقت از مکتب خارج کرده بودم. این کاری کرده شما کاری نابخشیدنی بود. استاد مکتوب ها رو من ننوشتم آخر. هر چیزی نباشد این را در خاطر گیرید که هر دوی شما باری آخر جزا گرفتید. اگر یک باری دیگر تکرار شود خارج می شود. یعنی به بیرون برای چشمانم دیگر شما را نبینند. امره معلم ملیک را به نزدم جیغ زن. وای کودک را نگاه بین میکرد. حالا کودک؟ کدام کودک؟ گویا بار یکم از این کودک رو میبیند. این رو بین همش بالای سر همون. برای آنها نه، برای جرین در غضب شدید. وای کار مجبوری با شب موند. رفیقانتان به فکرم در نزد همون کودک هستند. من حاضر جر میزنم. ایستید. من هم با شما صحبت کردن میخواستم. از من گریخته پنهان شدنتان لازم نیست. اکنون روبروی شما کمال پیشینه نیست. معلم در اصل این گونه کار رو کردن در خیالمون نبود. میدونم دخترم همش رو به من فهمانده بود. خفه نشید دوستاد، جوان هستیم، بعضا میشود. بله کاری کردتان بسیار کاری بد بود، اما همون حادثه بد به من بسیار چیزها رو آموزاند. شما هم از این حادثه درس گرفته اید. بله معلم. چی استاد احوال سیزن چی خیر؟ نه وای هم بسیار دیگرگون شد. این چی نامعقولی؟ اینقدر کودک خور در مکتب چی میکابد؟ جناب مدیر فهموندم که چی باید در کوچه میپرتفتم. نقص این طور باشد به همه گوییم که چقدر کودکانی بی صاحب باشد گرفته به مکتب بیارند. نه خود دلتون نسوزن، همگی یک روز بوده است. تو همراه نشو، من این وی را نمیدانم. معلم علی کودک را در حال از این مکتب برید و سرش یگان حادثه آید جوابگر شدن نمیخواهم. ها درس تمام شد. چی لازم بود اینقدر دود زدن؟ این دختری کی باشد؟ راستی گپ نمیدونم. بیچاره دختر. پدرش کی باشد؟ معلم خودتون تنها چطور نگاه میکنیم؟ ما هم یاری دیم. بله معلم جان، مثلا من اومده میتوانم. من هم میتوانم. بچه ها اپای پینارمون یاری میدید. شبانه برای نگاه بینی کودک یک نفر برای من کفایه است. معلم این طور باشد من بیایم. در خونه پرابلم هست. کمی فکرم پریشان میشود. مایلش این طور باشد این شام نوبتی تو. بعدا دیگر رفیقانت میآید. مایلش داده جان. بسیار در روز میکشد. این طور باشد سحر میوید. خیلی چکور کنیم. خوش مونه داده. لبای برق تو چیکار کردی؟ این همه چی معنی دارد؟ دیگر عشقم رو پنهان کرده نمیتوانم. در مکتب از خوانندگان شرم کرده بود و صحبت کرده نمیتوانم. اکنون گفتم دلم رو خالی کنم. من پشیمانم، مرا ببخش. یعنی چی لازم بود؟ میدونم که من تو را بسیار رنجاندم.
این گناه های من با یک عذر پرسیدن کم است. آشتی شدیم همینطور نی؟ آشتی. خیلی خوب. این طور باشد کنی بیا این رو جشن گیریم. عجایب زیبا یک جای رو میدونیم. مایلش چطوری که خویی؟ اما یک دقیقه چطور برمیگردیم؟ در اون ساعت افرابوس ها نمیگردند. با تاکسی میوییم. قسم زیادی پولهایم رو برای گل ها دادم. باز از بالای این پول تاکسی. خب هیچ چیز نگوی. با من باشی تو رو نمیگذارم که پول دیگی. با ماشین رویم باز براحت تر می شود. شهادت نامه رانندگی ندارم. ندارم. رفتیم چیریم. بین چخیلی یک جای زیبا می رویم. رد نکن. نه من بی فرزندم نمیتوانم. دنیا برایم خالی است. نفسگیر میشوم. اوزن با اوزن زنگ زدن لازم. همینقدر بودنت رو در خاطر دارم. همینقدر شیرین بودی که نیه کنی نقل کنه. تو در کودکیت عجایب یک کار میکردی. روزانه خواب و شبها بیدار بودی. به خدا مادرم میگفت که این دختر بزرگ شود یا بسیار با عقل میشود یا اینکه دیوانه. خیر کدومش شدم. لبای حسن چی؟ برق؟ چه خیلی مسابقه؟ زودتر بگو در کجایند؟ بیا اکنون با خونه می رویم. دیر شد. کمتر کار دارم. حل کنم می رویم. انتظار نبوده. وعده که دادم آمدم. نه این طور باشد بیا آغاز کنیم. خوب. تو باید مرا فهمی اوزن. زودتر ماشین رو برانه. مسابقه آغاز می شود. فهمم خودت میشوید نزدیک کنید. نبا از حد گذشت. بیا زودتر به خونه برگردیم. اونجا به این کار باید اونجا نمیرویم. چی میگوید بعد از این قدر سالها؟ الو الو اوزن سلام من فیروزه امانتت رو گرفتی همین طور نه؟ شما کی نمیشنوم چه امانت؟ اوزن دروغ نگوی امروز در آغوش تو دیدم خانم با فکرم شما با دیگر آزم زنگ زدید من امانت را نمیدونم دخترم بابا دادا هم باید زنگ زد
عجبم. ای خدا چیکار کنم؟ دیوانه. اوه خدایا، من چیکار کردم؟ اوه خدایا، یکی برام. من هیچ کار نکردم. خدایا، اومده قاتل هم شدم. جیرین نترس، من همین جایم. یاری تجلیات می آید. معلم دادم در کجاست؟ آرام شو. یاری تجلی لازم. سراغ رو میدیم. صدمه نقلیاتی. فقط زودتر التماس. چی گپ شده باشد؟ این زن مادری کودک است. 2 نفرند التماس. شد جیران جون، یاری تجلی وزیر رسیدم یاد. آروم شو. صدمه نقلیاتی یکیش وزنین، دیگرش یاره‌دار است. زودتر داخل رو آماده کنید. استاد؟ جیرین؟ آرام شوید، یگان چیزی مهم نیست. دخترم دادا چی شد؟ خوب معلم، من در خانه هستم. نه بیدار. نه معلم، با والدینم خبر دادم. مشکلات نمیشه تا دیدار. لیلی مایلش میدانم، البته میداشتی میدادی. چی من تو را نمیدانم؟ خیر. آنها هم ندارند. نیست. آخر پولی کم نیست که مردم راضی شود. اکنون چی کار میکنیم؟ فقط یک کس موند. از جناب طاهر میپرسم، بغیر از وی دیگر کسی نممکن نپرسیده باشم. خدای محافظت نما، آنها را از عائله‌شان جدا نکن. چه شد؟ وضعیتشان چخیر؟ استاد شکر زیاد. جیرین یگان زخم جدی ندارد. خدا رو شکر. اما زنی را که ماشین زده است حالش خیلی بد است. هر چیزی که از دستمان می آمد کردیم. خواهش میکنم، او یک کودک که میده دارد. باور کنید همه را استفاده بردیم. حالاتش خیلی بد. تا سحر انتظار میشویم. میفهمم. ما چی کمکی کرده میتوانیم؟ نفر تا صبح همراهش ایستاد نزد میشود. شبانه چش درش نمعلوم. خیر حکم، تشکر بود. من همینجا میمونم، تو به خانه بیرم. مراد با کودک در خانه تنها نماند، شما بروید، من میستم. اما اگر یگان حادثه من حل میکنم، خواطر نشوید. یگان واقعه شود زنگ زن. مایلش. شما بی‌پروا باشید. من رفیقا را میگم که با خانم کنار همراهی کنند. تشکر. استاد میدانم که سراسیمه هستید، اما این صدمه چطور شد؟ جیرین ماشین را میراند؟ نه، راننده برق بود. یعنی من هم خوب نمیدانم، ولی به هر حال در وقت آمدنم جیرین در کرسی پیش نشسته بود. هر دوری که نباشد و حق ندارد که بی جزا ماند. جزای سزاوار را باید گیرد. کاش صحت شود و زودتر به هوش آید. حالا وقتی خطاهایش را فهمانیدن نیست. مادامی که خطا صادق شده است، پس کسی باید گناهکار باشد. خطا از من شد. میخواستم خرسند شود. این خیل شدنش را از کجا میدانستم؟ خیر، تا بازدید. خیر.
جناب ملی خدا شفا دهد. حالا ما نزد دختر شما آمدیم برای بیانات گرفتن. یکم وقت دیگر من خودم به شعبتان بیارمش نمی شود، چون که عصب جرین حاضر خیلی خراب است. آن چیزی که شما میگوید ما را قانع نمیکند، اما از بس که شما را میشناسیم و باوری داریم یگان علاج میکنیم. تشکر. من دخترم را میارم. بی‌پروا باش. خدا شفا دهد. الو خانم نورایی ببخشید که در این ساعت ناراحت میکنم. من علی، معلم برق. بخیر است معلم، چی شد؟ برق به خانه آمد. با او حتما صحبت کردنم لازم. نه حالا نامده است. باز یکون کاری بد کرد یا اینکه به برق یکون حادثه شده است؟ نه خواطر نشوید، برق خوب است. اگر به خانه آید شما حتما به من خبر دهید. میلش معلم، شب خوش. دادا هیچ چیز نگویی. هر دیتون خطا دارید. بعد خیسنت بعضی چیزها را باید محاکمه نمایم، اما آخر من گناهی ندارم. زن خودش یکی خودش را به پیشم پرتافت. دیوانه میشوم. اکنون با محبت میروم. یک دقیقه آرام شو که استاد علی نظر نامده بود. چی معلم علی؟ هیچ جورا چی کار میکنه وای در اونجا؟ یگان کس تو رو ندید. جرین بوده اما با قفا نظر داشت و هیچ چیز رو ندیده است. استاد علی زنگ میزنه. مرا ندیده ای، نمیدونی، از هیچ چیز خبر نداری. لبای استاد من خبر ندارم. مایلش بینم زنگ میزنم. شب خوش. جورا از قفای تو هستند. همه تو رو میکوبند. حتی استاد علی هم. البته جرین با معلم علی گفته است. من چی کار میکنم؟ اکا اینو عمرو یک طرف مون شیناس یاب. ناگهان شد گوید کارها همش حل. یعنی همه رو با جرین بار کنم. من با او رانندگی رو یاد میدادم گویم ها؟ نه اکا این از حد زیاد. دختر بیچاره را قریب میکشتی بس. نباشد چه رها مییابد. در اصل یک کسی دیگر هم هست. کیست؟ تکین. زود باشید میرویم. من میدونم اون حرف در کجاست. چیکار کردی مراد جان؟ ای استاد نوکک خوبش بود. تو رو غم نداد؟ نه چنان آروم است که. شما چیکار کردی؟ سهر نقل میکنم. حالا رفته بخواب، پگاه درس است. استاد خوب ندارم. دیرتر خوب کنم ممکن؟ التماس. مایلش، ولی بیکار نمیشینی. کتاب میدیم اون رو میخوانی. خب مایلش استاد. این را بگیر. این چی کتاب است استاد؟ در سن سال تو بودم، به من بسیار تاثیر بخشید. شاید به تو نیز معقول شود. دارید. شام بخیر تایرکر. شام بخیر. مهم نمی بود، شما رو ناراحت نمی ساختم. باور کنید بسیار ضرور است. گوش میکنم. آیدی کدام مسئله؟ مرا میشناسید. سالهای دراز است که در نزدتان به مشکلی کار میکنم، اما حاضر چخیل گفتنم رو نمیدانم. کمی احتیاج به پول دارم. خطا نفهمید، قرض از معاشم هر ماه میگردانید. با خدا یاردم میکردم، اما حالات کارخانه معلوم. در مملکت کریزیس. دنیا پر از بیکاران، میدانی. میلش تایرکم. بسیار عذر میخوام برای ناراحت ساختنم. گوش کن. اگر کریزیس نمی بود. فهمیدم اکا. شب خوش.
چه خیل آدمان بیشرمند. مردم از بیکاری سرسانند. این باشد از من پول بپرسد. بچه ها رو خبر دادی؟ بله خبر دادم. من آمدم. با تاکسی آمدم. پهلوان ماشین به سما رفت چی؟ برادر با تو وقتی لختیدن ندارم. زود به پلیس رفته ایفادت رو میدهی. نه در اصل پایگاه میکردیم، هیچ کاری بد نکردیم، همین طور میگویم. تکین وقتی شوخی نیست. پلیس در همه جا رو میکوبد. رفته گویی که زن خود رو یک باره به پیش ماشین هوا داد. رو از اینجا با پلیس ما رو همراه نکن. تو چی خیل آدم هستی؟ دو دهان گپ زنی چی میشود؟ دیدمت رو گیر، از تو آموزم آدمگری را. تکین به خوبی از تو خواهش میکنم. مهم است میگویم مرا سرسون نکن. زن هم خودش میمورد. خیستت رو دروغو نمیگوید. اکا با این لقی ها گپت رو حیف نکن، نمیفهمن گپ رو. اینها همین خیلن، می آین لاف میزنن، پایگاه میگوین، سرشان به بلا گرفتار شد، به زانو میزنن. هیچگاه با چون اینها هم صحبت شدن لازم نیست. شرمنده های متهم. گذران دیکنی رفتیم. گیر دستت را. اخلت رو کار فرما. به زور کلتک نخور. چی گپ شد؟ تینجی است برادر؟ نه تینجی، کودک ها رفتنی بودن. تمام نازن فکر نکن. من هم حاضر خواب میکنم. دکتر زود باشید، حالت بیمار وزنین شد. چی گپ شد؟ فشار خونش پست شد. بازم من به تو بهتر زنگ میزنم. چی گپ شد؟ چی حدیثه روی داد؟ من همراهی میکنم. دانستانم لازم. زود خون یابید. خونی تازه ریختن لازم. میوبیم کدوم گروه؟ گروه دویم. از همین گروه یکی رو میدونم. زود زنگ میزنم. یگون کس اومد؟ نه تین شد با فکرم. نه خوب شتا خوردیم ها؟ تو چی؟ دو کلتک خوردی خلاص. تو توکای میگریزی. یک چند شناس داشتیم با آنها نیز جنگ کردیم. بله دوستم، اکنون چیکار میکنیم؟ دیگر راه نیست. در حیاتم از آخران شخص یاری طلب میکنم. شخصی رو که نمیشناختی از مرگ نجات دادی. به خاطری تو. وقتی بیمار بلندی کرد، اگر در حال خون یافت نمیشد احوالش بد میشد. حالا چی خیلی؟ صحت میشود؟ انشالله کوشش میکنیم. شما با بیمار چی میشوید؟ خواهرش؟ نه شناسش. انشالله خیزد از شما یک تشکر قرضدار میشویم. دایر ساعت چند شده حالا هم برق نآمده است. با رفیقانش بودگیست میآید. همه وقت زنگ میزند. دلم خواطیر. تا سحر پیدا نشود چارهش را میبینیم. چی؟ با صدم افتادی؟ این است باز چی؟ تو دیوانه ای مگر کور هستی؟ چی خیلی زیر کردی زن را؟ از نظرم ناگهان برام. خاموش خاموش گپ نزن. هر هفته یک حادثه، هر هفته یک بلا. تو بسری من یک بلا شدی. زن وفات کرد. وقتی پرتوفته رفتم یاره دور بود. بعدا نمیدونم. مادر در کجاست؟ با من جنجال کرده میتواند، ولی به تو حادثه شود گم میگردد. بعد سری من در بلا باندگی. در حق مادرم درست گپ زن. چی؟ یک بار دیگر تکرار کن. صدمه رو من کردم.
مادرم گناه ندارد. تو باز مادرت را طرفداری میکنی؟ برا را مادرت نجات دهد. گم شو. اگر میدانستم که نام من بد نمیشود هیچ سرگردان نمیشدم. نام عائله‌ام و موضوع گازیتا نگردد گفته میکنم. حالا ادوکات را با من روان کنید. کی آمدی؟ حاضر آمدم. بهبودی هست؟ خونی تازه لازم شده است. پینار زنگ زد آمدم. پینار جانکم خیز اکنون. آمدید. بسیار خسته شدی. به خدا چنین شدنش رو تخمین میکردم تو رو نمیگذاشتم. این مهم نه، همش نقص بود. حالی بیمار بد شده باشد چرا مرا خبر نکردی؟ به او زنگ زدم. خیریت گروه خونشون یک بوده است. قهرتون ناید اکا. بینید دخترون نغز میشود میگویند من هم خوبم. شاد باشید. مشکلی برطرف شد. ممکن به عیادتش رویم. استراحت میکند. اگر خواهید مرحمت در اومده بینید. تشکر به شما. چی شد؟ یک طرف ایستید. التماس میکنم. یک طرف ایستید. اینجا بسیار مشغول. به خدایت بد میبینیم. بیایید من به شما ضیافت میدهم. برادر و خواهر به ضیافت. شما روید. من باید برخو رو پیدا کنم. با مادرش گپ زدم حالا به خانه نآمده است. در وقت صدمه یگون شاهد بود؟ یک دوستم جرین بود. در برم می نشست اما او ندید. او را با یک طرف گذار. فقط با مقابل گفته های ما سخن نکند بسنده است. باز یک پسر دیگر هم هست اما اون کس با پلیس علاقمند شدن رو نمیخواهد. با مانند خودت انسانها را در اطرافت جمع کرده ای. در اصل نبودن شاهد از یک جهت خوب است لیکن از جهت دیگر بد است. حالا بیگناهی تو را اثبات کردن نمیتوانیم چون که شاهد نداریم. طرف خوبش چیست؟ آن دخترک سیری ما را فاش نمیکند؟ یعنی با گفته های ما عمل میکند؟ میکند. چیزی گویم میکند اما حالا هم نفهمیدم. اگر شاهد نباشد کسی اثبات کردن نمیتواند که جنایت را تو صادر کرده ای و ما آن را میتوانیم با کسی دیگر بار کنیم. یعنی چی خیل؟ شخصی را میابد که گناه را به گردن بگیرد. ماشین را من راندم بگوید. یافتم؟ برق چیکار کرده باشد؟ این دفعه خلاص نمیخورد در فکرم. بین همه درباره آن حادثه گپ میزنند. چند مرتبه با جیرین گفتم از برق بر اینها خوبی رو انتظار نشد. اکنون فهمید. نه حالا برای فهمیدن کلا در خود. همین که برق یک دو بار خندید جرین باز با دومش کرد. افسوس معلم علی نیز برای این کارها شده با کودک مانده نمیتواند چون آن دوستش میداشت. تا سحر چشمش را نپوشیده در بالای سرش بود. پدر من باشد حتی روزی تولیدم را نمیدونه. نه نمیکنم. این چی کار است؟ بسیار نمیمانی. من فهمیدم که آن زن صحت و سلامت است. از همه زیاد 5 سال میشینی. 5 سال کم است؟ نکنید زن و فرزند دارم. تو هم سوداگری خوب بوده ای. چه سوداگری؟ دانسته و فهمیده جنایت رو بارم کرده ایستاده ای. نه ما چنین نمیخواهیم. گوش کن من با تو فهمانم چی میخواهیم. تو حالا چقدر معاش بگیری؟ در یک ماه 750 لیره. گوش کن نباشد. از همه زیاد چقدر در پنجره میشینی؟ 5 سال با 12 ماه ضرب زن 60 ماه. در 60 ماه معاش گرفته چقدر است؟ 45,000 لیره. من باشم با تو 100,000 لیره میدهم. 5 سال خورده خواب. 100,000 لیکن اویلا هم چی میشود؟ تا وقتی که تو پشت پنجره ای مصرف های خانت رو من بهوده میگیرم. میشود؟ چرا چنین میکنید؟
که کرد این جنایت رو؟ پسرم، من طاقت حبس او را ندارم. من هم در حیات چیزی نکنیم برای فرزندانمون میکنیم. همه خیلی مالش قبول. خوبه که تویر این خیلی باشد من زود از پی کار میشوم، بعد با پلیس رفته خبر میدی. شاد باش جوان، نجات یافتی. تکلیفم را قبول کرد. همینطور. از این بعد با دقت باش، نه همه وقت چنین احتیاجمندان رو میابیم. برق بیست. برق بیست. من ترسش کار نمیکنم. پسری که همین جدان آمد با کدام طرف رفت؟ تو پلیس هستی؟ چرا از بهش میدوی؟ من معلمم، جوانی که گریخت طلبه ام. با اون طرف رفت. برق نزدم بیا، همش را حل میکنیم. من مگر برای عوض بدکاری های یدگان کاری کردم؟ نظارت خانه را به خاطر آر همه وقت با تو بودم، فراموش کردی. از این حادثه با گریختن نجات نمیابی. یک وقت نه یک وقت تو رو دستگیر میکنم، میفهمی؟ نه روید از اینجا، شما کاردار نشوید. برق من هم دیروز در همانجا بودم. برای در مسابقه اشتراک نکنی گفته آمده بودم، اما دریاب نکردم. صدمه کردم را میدانید؟ میدانم برق، میدانم. معلم چرا دریاب نکردید؟ چرا پیش راهم را نگرفتید؟ کوشش کردم برق، باور کن کوشش کردم، اما برای یگان چیز دیر نشده است. خواهش میکنم دستت رو بده. اکرم گریه نکن، برای پسرمون کردم. هیچ یبنی 5 سال میرود، زیاد است. تو فایز خاندان هستی، ما به تو چی کار میکنیم؟ هیچ چیز نمیشود، عادت میکنید. به این مراد هم کلان شده است. قسم میخورم که من شادم آینده پسرمون نجات یافت. دیگر باز چخواهم؟ اگر در آنجا با من یگان حادثه روی داد، بدان که تو را دوست میداشتم، حالا هم دوست میدارم. پسرم را نبض نگاه کن. بخیر است جیغ زده. سراسیمه از مکتب بر اومد آمدم. این جزدان کیست دادا؟ دادر سفر دارد. دادا مادرم درست میگویم. بیا وقتی زیاد ندارم که صحبت کنیم. میروم پسرم، بعد چند سال برمیگردم. چه ها میگوید دادا؟ مرا گوش کن. میروم، به من وعده ده که مکتب را تمام کرده به دانشگاه داخل میشه. مدرش و بهترینش، شاید من امتحانی داخل شویت را نبینم و بعد از داخل شدن تو را نبوسم، ولی همه وقت در حق تو دعا میکنم. اگر با من حادثه رخ دهد، خیز حاضر میویم. آنها ناامده تو را. پسرم تو را بسیار دوست میدارم.
شکر که تو تولد شدی، شکر که تو هستی، اما دیر شد. دادا تشکر، اما من در حقیقت هیچ چیز رو نمیفهمم. الله کی اومدن؟ چی شد مادر؟ کی آمد؟ مراد اینها رو به سرت نگیر. مادرت به تو امانت فهمون. چی گپ است دادا؟ روز بخیر خانم. در حق ادم چکیل پرونده جنایتی هست. خودش در خانه؟ اومدم جناب مامور. بیایید. میروید. بامو میروید. دادا چی شد؟ مادر چی گناه کرد دادا؟ چرا میرود؟ دادا جون دادا هم رو نبره. دادا دادا هم چی گناه کرد مادر؟ چرا پلیس ها او رو بردن؟ نپرس پسرم، نپرس. چرا نپرسم؟ من دیگر کودک نیستم. برای دانستن گناهی پدرم حق دارم یا نه؟ بس است اکنون پسرم، بس است. نپرس دیگر یگان چیز نپرس. اکنون درد خودم به خودم بسنده است. انا همینطور معلم. ادوکات یگانه راهی که من از این کار آزاد میشوم گناه را به سر دیگر نفر زدنم را گفت. گناه را به سر پدر مراد میزنی؟ بر تو چطور میتوانی به این کار راه دهی؟ به محبس نمیروم، نمیتوانم. آینده‌ام، هوس‌هایم، امیدهایم همش برباد رفت. برخ مادامی که زن خودش را یک بار برای هوا داده باشد، سودی‌ها راه عدالتش را مییابند. یکی نیابد. در بین شاهد نیست، یگان چیز نیست. یک زنی زیر کردم به سود مراجعت کند. خوب میلش بگذار گفتی تو شود. اگر به جای تو یک نفر دیگر پس پنجره نشیند آیا تو راحت میشوی؟ شبها سرت را بالای بارش مانده خوابت میبرد مگر؟ سودی‌ها، پلیس ها، محبس ها، همه اینها جزای مادی اند. خیر پس با وجدانت چیکار میکنی؟ آیا در این باره فکر کردی؟ نقل کرده هم بر این کمیسرم. دیگر چیزی علاوه کردنی ندارم. در وقت ماشین را راندن زدم. برادر چرا همان زمان فرار نمودی؟ دلت به همان زنی خونشار نسوخت؟ چیزی که گویت حق است کمیسرم. کمیسرم این رفیق سالها با من کار میکند. من شاهدم. آدم بسیار خوب است. خوب بیاناتش را دید امضا کند به پروکرور روان کنیم. دادا پسرم گوش کنید تنها 2 دقیقه زیاد نه. چرا دستتان رو بستن دادا؟ چرا به اینجا آمدی؟ باید مرا در این حال نمیدیدی. چیکار کردید؟ گناهتان چیست؟ بگوید آخی. در قهوه‌خانه جنگ شد. خودم را داشته نتوانستم. یک نفر رو یاددار کردم. چی؟ چی تمری رو کردی دادا؟ باور نمیکنم. همین خیل شد. در سر غضب خودم را داشته نتوانستم. در وقتی جنگ عمل شد. در وقتی جنگ، میفهمی؟ در وقتی جنگ. ما را فکر نکردید. شما اینقدر به فکر و به اندیشه نبودید کو. اگر در حقیقت این کارو کرده باشید شما را اصلا نمیبخشم. پول رو آوردن. تنگه به تنگه قبول کنید. اکنون پسرم در محبس نمیشیند. همین طور؟ نه نمیشیند.
در آخر جریمه را سپردید. در این شرطنامه امضای مراد است. شما هم هستید. پس از گرفتن این شما قرضدار نمیمونید. خیر سلامت باشید. مراد جان خوش آمده. ما اینجا کارت رو حل کرده. چی کارو؟ شما اینجا چی میکوبید؟ شرطنامه رو قطع کردیم کو. هیچ چیز نیه. جنابان رفتنی بودند. 1 دقیقه. و پولهای گرفته از آن از چی بود؟ جبران پولی برای بیکار نکردن شرطنامه. تو از یکان چیز خبر نداری؟ یعنی جبران پولی وجود دارد؟ بله، اما دیگر مراقب کردن لازم نیست. عائلت این مبلغ را پرداخت نمود. از کجا گرفتید پول رو؟ از پسندازمون. پسر جونم، با زمینی در دهه بوده رو فروختیم. مادر، زمین ما اینقدر پول نمیستد. از کجا یافتید این پول رو؟ پسرم، کار به خوبی انجامید. مادر بس است. چند روز است که دیوانه کردید مرا. قسم میخورم که خانه رو ترک کرده میروم. دادهت آورد. پسری سردارش گناه کرده است. دادهت بر دوش خود گرفت. برق؟ مبلغ را باید میافتیم. برای در شرطنامه امضا گذاشتنت محبس میشدی. یعنی دادم برای من شده در محبس می نشیند؟ دادهت برای تو همه کار را میکند. دادم باید این کار رو نمیکرد. پیشگیری نمودن لازم. برقی احمق را مجبور میکنم که گناهش را به گردن گیره. مراد ایستا. مرا انتظاری. چرا؟ چی شد باز؟ چرا آمدی؟ نمیتوانم پدر. کسی دیگر به جای من در محبس بشیند. من در آزادی زندگی کردن نمیتوانم. تو چی ها میگویی پسرم؟ این کار شوخی نیست. من با عذاب این وجدان چطور زندگی میکنم پدر؟ این را تو باید پیش فکر میکردی. حریف حیوان با عذاب وجدان زیستن از محبس خوبتر است. هرچی بودا باد. من همه چیز رو نقص فکر کردم. حالا برای افاده دادن میروم. یکان جای نمیروی. من نمیگذارم که پسرم در محبس باشد. مانه اینش رو من قرار دهم. گفتم که نمیروی. من را مجبور نکی که تو را برای سادگیت لطو کنم. هرچی خواهی بکن، اما سر راهی مرا گرفتن نمیتوانی. تو پسری من هستی. به محبس نمیروی. برای مرا نجات دادن حیات یک آدم بیگناه میسوزد. یه پلا بپسش. در بیرون همه حیاتی محبس را میبینم. نمیفهمید پدر؟ آینده‌ات بسوزد. نام ما پس بشود. اجازت نمیدیم. فهمه؟ ای آدم، آینده اویله او چی؟ نمیروی. برای من شده حیاتی آن آسوخت. فهمیدی؟ حیاتت را نمیسوزانی. در محبس خواب نمیکنی. این رو من همچون پدر میگویم. به اولادمان اسناد نبیار. اگر تو فرزندی من باشی و گفته من نکنی، از گفته من بیرون نببرایی. میفهمی؟ برق! با گناهی تو پدرم. چرا آمدنت رو میدونم. یاریده من را ببر. چی شد اکا؟ چرا گفتید که لباس ها رو بیارم؟ چه فاجعه بر سر این زنی بیچاره آمد. باید به هوش آید. بیدار شده همش را نقل کند. فهمو، لیکن اینها برای چی؟ یگانه چیزی که او را باز به حیاتش برمیگرداند این کودکش است. حالا کودک در کجاست؟ از خانم حسنیه خواهش کردم کمی او را نگاه کند.
غیرت کن. تشکر. کم یک روز یک جای همین خیل از کجا میدونستم بسرم هم نمی اومد هر دویمون یک جای شدیم. معلم علی شب گذشته یک کتاب داده بود. در آنجا یک مثال خیلی عجیب بود. چه مثال؟ این برای تو، من برای همه. میگوید که بعد از 100 قدم قتلگاهی هم یک از خواه و نخواه برای اونجا رفتن براه برام. بعد در هر قدمی همین گونه انسان تمام بایگری دنیا را دید چی عوض می شود؟ و او هر چیزی که دید در گلویش می ایستد چون که وای از دوتر می میرد. بله حیات هممون همین گونه گفتنی در کتاب، یعنی یک مردن هست و یک قبر به مثل قتلگاه ما را انتظار است. از بعضی ها به مسافه 100 قدم از بعضی دیگرش باشد 200 قدم راه ماندگی است. در آخر همه راه به همون راه میبرد، راه آخرت. من همچنین فکر میکنم، اما دوامش را گوش کن. میگویند که اگر مردن یک آخر باشد درست است، اما یک آخر نباشد و یک دری گذریش باشد چی؟ ای جورا چه خیلی داری گذریش؟ مزار اکنون 4 طرفت محکم با کجا میروی؟ اما در آنجا آمده است که در نزد انسان دوستداری هست، غیر از این خواستن آخرت هست. اگر در قلبمان دوستداری باشد خواستمان آخرت باشد. برای تو آنجا رفتن باید یک جا باشد، وای هم قبر است، یعنی به جای دیگر میره. فهمو؟ در اصل این گونه فکرها در تنهایی از سر من میگذرد. از فکر گذراندنت معلوم، لیکن بین در این موضوع ما در کجا گپ میزنیم؟ برای او را نجات دادن، سر خود را در بلا ماندن، انیخترش برای خود را اصلاح کردن میروم. در اصل وجدانمان همه وقت درست میگوید. اگر صدایش را خاموش نکرده گوش کنیم. خواهرم زود دکتر را جیغ زن. دخترم جانکم دخترم. ترسیدم، برای همین گریختم. یعنی همون ماشین رو من میراندم. دستش رو بندید. الو، گوش میکنم. تشکر به تو. لازم نیست. خوب شده است. باید همین خیل میشد. دستی رفیق را کشاید. زنی جبر دیده شاهد نمی شود. خودش را برای پرتافتنش را گفته است. آن طرف کاری پرکرور. در این مورد احتمال کلان که محکم نکرده در زیر نظارت باشی. بیسرم بیسرم جهادش شد. شد مادر جان شد. آزاد کردند. در وقتش به خود آمدید. حیات 2 شاگردم را در یک وقت نجات دادید. استاد علی در این سن و سال ما را چشم بندک بازی میکنانی؟ خانم نجمیه به مانند همین یک بازی، اما در اینجا شما را فرزندانتان اداره میکنند. تیار هستید معلم ملک؟ تیاریم استاد. بچه ها هر کسی در این بازی غالب آمد خوراکی با مزه شام نصیبش میگردد. آماده هستید؟ این طرف باشد شروع میکنیم. 3 2 1 سر کردیم. وقت تمام شد. متاسفانه کسی غالب نبرآمد. استاد این گناهکار است. چه من گناهکار؟ گفته های مراد ما هم درست نبرآمد. معلم مرا کسی راهنمایی نکرد. در اصل این مسابقه یک نسخه حیات حقیقی است.
از یک طرف آنهایی که چشمانشان رو بستند فرزندان شما، از طرف دیگر اداره میکردگی ها خود شما. آنها با چشمان پوشیده از تجربه حیات شما، رفتار شما، حیات خودشان را آغاز میکنند. آنها را از این مجادله بی ضرر برآوردن اولین درجه وظیفه شماست. بعداً وظیفه ما و مکتب است. اگر با آنها مناسبت خوب نکنید، چشمانشان را از حقیقت حیات بپوشانید، صدمه ها در راه آنها خیلی زیاد می شود. میفهمید؟ با آنها هیچ وقت معامله بد نکنید. همه وقت با آنها با چهره خندان صحبت کنید و دستگیری آنها باشید. تشکر. استاد با ما درس رو انجام دادید، اکنون نوبت اویلم. استغفرالله. تنها آنچه که خواندم و آموختم به اینها می آموزم. تشکر. به فکرم این بازی به شما درس حیات شد. اکنون وقتی آن رسید که کودک را به مادرش برگردانیم. اکنون بسیار مشکل می شود، با عادت کرده بودیم. سورپریز. ببینید برای شما چی را آوردم. دخترکم یگانه هم مرا ببخش. شما دخترم عذر میخواهم، باور کن مجبور شدم. عزیزکم من تو رو دیگر هیچ وقت نمیپرتویم. جانکی من، شیرینکی من. حالا عزیزکم در بیمارخانه اینجا نکن. مالش تو نیز بیا شناس میشوی. مالش با شما چه خیلی نداری کنم نمیدونم. هم برای دخترم هم برای خودم. انشالله روزی میشود که همه این خوبی هایتان رو برمیگردونم. هرچند این خوبی های شما رو برگردوندن ناممکن است. صحتی شما مهم است. تنها در خیالم یک فکر هست. چرا کودکتان را پرتافتید؟ مجبور بودم. با من باور کنید. کدام یک مادر فرزندش را میپرتوید؟ دخترکی من. شخصی که پدری فرزندم است دوستش می‌داشتم. حتی روزی تویمان رو معلوم کرده بودیم. همه زیبا بود. اما یک صبح از خواب بیدار شده دیدم که شخصی که بعد از یک هفته شوهرم میشود از خانه برآمده رفته نیست. حرفی نگفته رفت. مرا در بین مردم شرمنده کرد. بعد از یک چند مهلت حامله دار بودنم رو فهمیدم. با او هم صحبت شدن خواستم، اما به زنگ‌هایم جواب نداد. به خانه‌اش رفتم. در رو بر رویم پوشید. اویلم از من روی گرداند. از سبب حامله دار بودنم مرا به کار قبول نمی کردم. قصه کوتاه حیاتم را سوزاند. خدایا چرا آدمان اینقدر بی‌رحمند؟ این شخص کیست؟ پدر دختری من. آزان